سلام به شما دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز بچه این اولین ویدئوی من در یوتیوب هستش و امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. یه فال دو گزینه‌ای داریم از احساس کیس مقابل شما، کیس احساسیتون و اینکه آخر عاقبتتون چی میشه. با لنورماند حسش رو میگیرم، دسته یک دسته دو باید انتخاب کنید و با مریل پر انرژی و قوی بهتون میگم که آخر عاقبت شما با این شخص چی میشه. خب بریم با هم دیگه یه بر بزنیم، تبدیل به دو دسته کنیم کارمون رو. خب اول از همه بچه احساسش رو میگیریم، تمرکز کنید و قلباً یکی از این دسته ها رو انتخاب کنید. ما ببینیم که حس کیس مقابل شما در رابطه با شما چی هستش. فرقی نمیکنه، میتونه پارتنرتون باشه، میتونه همسرتون باشه، میتونه کسی باشه که حالا یه مدت کوتاهی ازش دورید یا کراشتونه. خب دسته اول یادتون نره حتما دسته که انتخاب کردید رو برام کامنت بذارید. دسته اول ببینیم که حسش در رابطه با شما چی هستش. بچه ها نگاه کنید، این شخص فوق‌العاده به شما علاقه‌منده، فوق‌العاده شما رو دوست داره و براش فوق‌العاده جذاب هستید. این شخص میخواد رابطه رو به سمت جدی شدن ببره. از یه سری از مسائل، بچه بازی ها، لج بازی ها و ناراحتی ها توی رابطه خسته شده و گاهی ترس از اعتماد و ترس از وابستگی بیش از حد داره که ممکنه باهاتون لج و لج بازی کنه. خودش هم دوست نداره این اتفاق بیفته و خیلی داره روی اخلاق و رفتارهای بدش فکر میکنه و شرایطی که باعث شده که این شخص نتونه درست حسابی اعتماد کنه یا قدم جلو بذاره یه مقداری داره توی این شرایط اذیت میشه و سعی میکنه که این شرایط رو برطرف بکنه. انقدر این شخص شما رو دوست داره و بهتون وابسته است و مورد تاییدش هستید که من دارم میبینم که این شخص دست از بچه بازی ها و نقطه ضعف هاش بر میداره. اگر کاری کرده در قبال شما پشیمونی به سمتتون بازگشت داره و از دلتون در میاره یا داره شما رو مسئله شما رو با یکی از دوست و آشنا در میون میذاره و شما رو معرفی میکنه که جدی‌تر به سمتتون قدم برداره. خیلی از شما که تو رابطه هستید براتون پیوند مثل نامزدی یا ازدواج دیده میشه و خیلی از شما که از هم دور هستید وصال رو دارم میبینم. این شخص به خاطر دوست داشتنی که نسبت به شما داره قدم به سمتتون بر میداره و دست از این بی‌اعتمادیش یه جورایی بر می‌داره نسبت به شما. یه مقداری گرمتر باشید، صمیمیتر باشید. اگر جای این شخص رو آزرده خاطر کردید اجازه بدید که خودش رو به شما ثابت کنه. این برای بچه‌های دسته اول. حتما ویدیو رو دنبال کن چون قراره بهت بگم که بهش میرسی یا نه. و دو گزینه رو نگاه کنید، شاید این جواب شما توی گزینه دوم هم باشه. بچه های گروه دوم ببینید کیس مقابل شما فوق‌العاده درگیره و گرفتاری دارم براش میبینم. میتونه درگیر خونه و خانواده باشه، میتونه درگیر مسائل کاری مالی باشه. به شما وابسته است، براش جذابید. یک مقداری بینتون سردی میبینم. اگر الان گرم هستید ممکنه به خاطر مشکلات یا ناگفته هایی که بینتون هست یه مقداری بینتون سردی بیفته. این شخص از اعتماد کردن یه مقداری ترس داره، شما هم متقابلا میترسید که بهش اعتماد کنید. انگار یکی دو جا نتونسته حرفش رو ثابت کنه. برای خیلیاتون میبینم که کیس احساسی شما درگیر یک مسئله از زندگی گذشتشه یا درگیر خونه و خانواده است. ممکنه که رابطه دومش باشه و همین باعث شده که گرفتاریش بیشتر بشه و نتونه به شما وعده وعید یا قول درست حسابی بده.
اما ناگفته های زیادی تو دلشه و داره سعی میکنه که شرایط رو هندل کنه. بچه این شخص شما واقعا به شما فکر میکنه و گرفتاره، نمیتونه بیشتر از این خودش رو ثابت کنه. از یه طرف هم به خاطر مشکلاتش نمیخواد حق زندگی رو از شما بگیره. شما هم گاهی اوقات انگار یک حصاری کشیدید برای این شخص که نمیذارید بهتون نزدیک بشه و این عدم اعتماد میاره. اجازه بدید این شخص مشکلاتش رو حل بکنه. اگر رابطه فرازناشویی هست، این شخص درگیر خونه و خانواده یا یه مسئله ای از زندگی گذشتش مثل بچه هستش و خیلی ناراحته ولی نمیتونه کاری کنه، نمیتونه اون بچه یا اون خانواده قبل رو کنار بذاره و همین باعث میشه که خودخوری کنه. این رابطه نیاز به یک تلنگر داره برای حل مشکلاتش و برای اینکه بتونه کیس مقابل شما تصمیم بگیره که آیا شما رو میخواد به سمتتون کاملا جدی قدم برداره یا نه، باید مسئله‌تون جور دیگه ای حل بشه. بریم مدته که پر انرژی مری ال 2 دسته کنیم برای بچه هایی که دسته اول و دسته دوم انتخاب کردن. بچه همون انتخابتون باشه، دسته اول یا دسته دوم، ولی اگر که تا آخر ببینید ممکنه جوابتون تو گزینه بعدی باشه. خب دسته اول، دسته دوم نیت کنید، ما ببینیم آخر عاقبت شما به چه صورت هستش. برای بچه‌هایی که دسته اول رو نیت کردن، این دک فوق‌العاده پر انرژیه. ببینیم که برای شما چی در پیشه. بچه‌ها شما به همدیگه رسیدن دارید. شاید الان برای شما از نظر شما این مسئله بعید باشه و شما این مسئله رو دور ببینید، اما تو رابطه شما با این شخص انتهاش همونی میشه که شما میخواید. شاید بعد از گذشت یک دوره یه سری مسائل برای شما رو بشه که باعث بشه شما بخواید ازش فاصله بگیرید یا بخواید بهش بیشتر نزدیک بشید و بهش برسید. در انتهای رابطه شما هر چیزی که شما بخواید همون اتفاق میفته، ولی باید زمان بدید. زمانی که میگذره باعث میشه یه سری مسائل براتون روشن بشه که شما تصمیم بگیرید میخواید این شخص رو یا نه. شرایط به سمتی میره که انتخاب با شماست، یعنی این طرف موندگاره، ولی زمانی میرسه که شما تصمیم بگیرید که باهاش بمونید، بخوایدش یا نخوایدش. خب دسته دوم بچه‌ها، دسته دوم بچه کیس احساسی شما یه سری کارها و یه سری شیطنت ها ممکنه انجام بده که باعث بشه در آینده اعتماد به نفس شما کاهش پیدا کنه یا شما نتونید بهش دیگه اعتماد بکنید و یه سری بلا تکلیفی ها و یه سری ناامیدی ها بینتون غالب بشه. اگر که شما دید و انرژیتون نسبت به این شخص تو آینده منفی نشه و احساس نکنید که استقلال و شرایط تون رو تحت تاثیر قرار داده، شاید بخواید این شخص رو انتخاب بکنید. اما رابطه شما با کارها و شرایطی که اتفاق میفته به سمت منفی تر شدن و حتی 50-50 شدن میره. حتی انرژی منفی هایی ممکنه بینتون باشه که شاید اشخاصی بخوان بینتون فاصله بندازن. این میتونه حسادت باشه، میتونه دهنبینی باشه، میتونه دعا باشه. رابطه شما 50-50 هستش. باید زمان بدید. یک، اول حس خودتون ببینید به چه صورت هست نسبت به این شخص. دو، باید ببینید این شخص چه چیزهایی رو به شما ثابت میکنه و سه، شرایط به چه صورتی پیش خواهد رفت. چرا که من میبینم این شخص خطاهایی داره که ممکنه باعث بشه شما بخواید تصمیم بگیرید که شاید نخواید باهاش بمونید و رابطه شما 50-50 بشه یا تحت تاثیر یک دعا و سنگینی این اتفاق بیفته. اگر که دوست داشتی این ویدیو رو حتما لایک کن، پیج منو داشته باش، سابسکرایب کنید بچه‌ها کانال من رو، فالهای بیشتری گذاشته میشه و اینکه دوستتون دارم. مرسی که همراه من بودید.